در صحن تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جونوی شهر بختر قبل از آغاز فوروم یکم زنان سرور ولایت ختلان تحت عنوان نقش پیشوای ملت در تحکیم موقع زنان بخشیده به 20 سالگی قبول فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه، نمایش هنرهای مردمی زنان و بانوان شهر و ناحیه‌های ولایت به نمایش گذاشته شد. در حقیقت زنان و بانوان با جهد و تلاش بی اندازه در سمت احیای هنرهای مردمی از خود مسئولیت بلند نشان داده ایستادند. رئیس ولایت قربان حکیمزاده و دیگر مهمانان از این نمایش دیدن نموده تاکید داشتند که زن مادر افروزنده چراغ معرفت در محیط خاندان بوده، سعادت روزگار در واژه مقدس زن مادر نهفته است. اعلام کردن سالهای 2019-2021 همچون سال رشد دهها سیاحی و هنرهای مردمی برای دلخواه هنری قدیمه زمینه با اعتماد گذاشت. امروز دلخواه هنری گذشتگانمان از نو احیا گردیده چندین مرکزهای کسب هنر آموزی در مقیاس ولایت ارزی هستی دارند که این عمل ثابت می نماید که تاجیکان از ازل همچون ملت فرهنگ سالار صاحب هنر بودند. زنان رسالت خود را در سمت احیای هنرهای مردمی با سربلندی اجرا نموده ایستادند. سپس در تالار تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جونوف جمع آمد فوروم یکم زنان سرور ولایت ختلان تحت عنوان نقش پیشوای ملت در تحکیم موقع زنان بخشیده به 20 سالگی قبول فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه برگزار گردید. با دستگیری‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان موقع زنان در جامعه بلند گردیده در تمام ساحه‌های خودگی خلق مملکت آنها بهر آبادی و پیشرفت جامعه جهد و تلاش نموده ایستادند. رئیس ولایت قربان حکیمزاده قید داشت که در همه ساحه‌های خودگی خلق مملکت بانوان فعالیت داشته از خود در راه رشد و نموی کشور مسئولیت زیادی را نشان داده ایستادند. تشبث‌های سرور دولت درباره تامین اشتراک زنان در سطح قبول قرارها، نمایندگی آنها در همه شاخه‌های حکومت دولتی زنان تاجیک را بهر نظررس گرداندن موقع خود هوسمند گردانده امکانات مساعد را بهر خودسازی آنها فراهم آورد. سیمای زن در زمان صاحب استقلالی تشکل یافته جامعه از آن خوشپذیری نمود. زنان در روند تحکیم دولتداری ملی رسالت نگهدارنده فرهنگ، زبان، عرف و عادت، عنعنه، رسالت حفظ کننده مقدسات عائله و تربیت فرزند را ادا نموده ایستادند. امیرزاده افسانه دانشجوی بخش دوم فاکولته سیاست و اداره دولتی دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو در موضوع نقش پیشوای ملت در تحکیم موقع زنان برآمد نموده قید داشت که مس سرور دولت نقش زنان را در جامعه بلند برداشت. زنان با این دستگیری موقع خود را پیدا نمودند که امروز فعالیت آنها در همه ساحه‌ها بر اعلی احساس می‌گردد. تأسیس دادن کوتای پرزیدنتی غمخواری پیشوای ملت نسبت جوان دختران می باشد که آنها امکان پیدا نمودند در مؤسسه‌های عالی کشور تحصیل نمایند. سلما سفر و سرمحرر روزنامه ولایتی ختلان پیرامون نقش زنان در وسایط اخبار عامه در زمان استقلالیت ذکر داشت که در دوران صاحب استقلالی مطبوعات کشورمان رشد و نمو یافت. حکومت جمهوری تاجیکستان با نظر داشت آنکه پایداری دولت و بنیاد جامعه سالم از نسل‌های تربیت دیده و دستگاه ایدئولوژی پرقدرت وابستگی دارد، از سالهای اول صاحب استقلالی به دو رکن مهم رشد وسایط اخبار عامه و بلند برداشتن مقام زنان در جامعه توجه خاص ظاهر نمودند. زنان و بانوان روزنامه‌نگار طریق نشریه‌های دولتی، تلویزیون و رادیو توانستند همگان را از اوضاع جامعه خبردار نموده در بلند برداشتن معرفت معنوی جامعه نقش سازگار داشته باشند. دیگر اشتراکداران ضمن اندیشه‌رانی‌شان بابت موقع زنان در جامعه ابراز اندیشه نموده قید داشتند که زنان و مادران نیروی پیشبرنده جامعه بوده، آنها نبض جامعه را پیش از همه احساس می‌نمایند. زنان در تعلیم و تربیت فرزندان سهم گذاری می‌نمایند که هدف تربیت نسل سالم و پیشبرنده جامعه می باشد. فیض و برکت زندگی در دست زنان بوده، آنها با صرفه و سرشته‌کاری می توانند در تامین زندگی شایسته سهم گذاری نمایند. در انجام فوروم یکم زنان سرور ولایت تحت عنوان نقش پیشوای ملت در تحکیم موقع زنان بخشیده به 20 سالگی قبول فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه از حساب رئیس ولایت به مبلغ 250,000 سامانی 21 نفر زنان و بانوان ولایت به گرفتن گرانت رئیس ولایت سرفراز گردیدند. به یک قطار فعال زنان افتخارنامه رئیس ولایت سپرده شد. این دستگیری آنها را وادار می‌سازد که باز هم غیرتمندانه بهر پیشبرد جامعه سهم گذاری نمایند.
به خاطر افزون گرداندن فراغت معنوی اشتراکداران برنامه کنسرتی هنرمندان ریاست فرهنگ ولایت تقدیم همگان گردانیده شد.